بدن را تا بس نکنه دل حرکت می جزدن را تا قوه ببازوز خم و راست شدن را از کف ندیهم دامنی مقصودی وطن را این است به مادر و وطن رازی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی منه وطنم قلبی مرا کرد چراغان حفظی وطنم باعثی عمری خوش و خندان پس در رگ انسان شرفی عادی انسان چون دل ننیهم در کف و چون نگذرم از جان این است به مادر و وطن رازی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی منه سوگند به پیغامی من و مادری مشفید سوگند به پاکیزگی دو دلی صادق سازم به وطن خدمتی شایسته و لایق تا کار به گفتار شود ساز و موافق این است به مادر و وطن رازی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی منه درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند باز هم در روبروی شما قرار داریم و باز هم شما میزبانی مایید و ما مهمانی خاندان شما و امروز تصمیم گرفتیم که با برنامه یک نفر جوانی که واقعا هم صدای دلنشین داره دعوت کنیم این هم امیر حمزه دعوتوف مدیر بخش فرهنگ ناحیه درواز که حضور شما را خیر مقدم میگویم با برنامه فضا و خوش آمدید میگویم کلی مطربانی که امروز در برنامه ما هستند واقعا هم یک ترانه جذاب و دلنشین بود که پیشنهادی بیننده ما کرده در آغاز برنامه با یک سبک جالب این هم یک سبک استاد شریف جورایف عبدالله نظری یک سبکی که واقعا هم از شنیدنش کس لذت میبرد. خوش آمدید بار دیگر به برنامه فضا. شما خطیب کرده کنسرواتوار ملی تاجیکستان هستید و از کدام سال به شعبه فرهنگ به کار رفتید؟ من از سال 2013 کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان رو ختم نمودم و طول 3 سال در مکتب موسیقی بچگانه ناحیه درواز کار و فعالیت کردم و از 2017 تا 2021 دیرکتوری مکتب موسیقی بچگانه ناحیه درواز کار و فعالیت کردم و در دوام این سال 2021-2022 مدیر بخش فرهنگ ناحیه درواز مرا با دستگیری مقامات ناحیه درواز وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به حیث مدیر بخش ناحیه درواز تعیین نمودند. ببینید شما در برابر اونی که به حیث رهبر در یک مثلا ناحیه فعالیت بکنید در یک شعبه فرهنگ که فکر کنم مثلا مسئولیتی کم نیست یعنی تمامی چاره‌بینی‌های فرهنگی یک ناحیه بر عهده شما است ولی به این نگاه کرده باز به کار ایجادی مشغول میشوید. این مانع نمیشود به کار ایجادی شما؟ من میدونم که کار رهبری کار ساده نیست یعنی همیشه از شما طلب میکند که سیلکار باشید به این طرف روید به اون طرف روید با مردم صحبت کنید و در آماده کردن برنامه‌های فرهنگی سهم گذاشته باشید. چگونه فرصت می‌یابید که ترانه ایجاد کنید با کار ایجادی مشغول شوید؟ ما خیلی کوشش می‌نماییم که
هم کاری بر دوش گرفته خود رو که تمامی چورابینی‌های سطح ناحیه‌ای بیرون از ناحیه هم باشند، در ولایت نیست، در ولایت هم باشند. ما کوشش میکنیم که با یک سطح بلند بگذرانه. چگونه وقت می‌برید؟ اصلا کدام ساعت‌های شما با بچه‌ها کار میکنید؟ من به تنهایی که ایجاد میکنید چگونه است؟ ما در وقت‌های خالیگی کوشش میکنیم که یگان سرودهای نو و نو تازه به تازه ایجاد نماییم و پیشکش بینندگان گردونیم. و خیلی کارم مسئولیتی کلان دارد. مدیری بخش خیلی کلی مسئولیتش بلند است و در تمامی چورابینی‌ها مثلا ما باید که تیار باشیم سرودهای نو به نو پیشکش بینندگان گردونیم که این صنعت خودش یک بهره. اگر که مقصد که از این بهره صنعت کناری صنعت عقیب موندی خیلی پیشروی نمیشه. ما کوشش میکنیم که چیزای نو به نو ایجاد نماییم. یعنی همیشه که تلاش بکنید در برابر این همه مسئولیت از بالای خود کار کنید. تلاش بکنید که سرودها رو بازخوانی کنید، ترانه ایجاد کنید. خودتون آهنگ ایجاد میکنید؟ ما ایجاد میکنیم. خیلی که نو که کار سر کردیم آهنگ ایجاد میکنیم. کم کم کوشش کردیم که با یک سطح بلند. در بخش فرهنگی ناحیه درواز که اصلا آهنگ ایجاد میکنه؟ در بخش فرهنگ ناحیه درواز خیلی استادان هستند که آهنگ ایجاد کیا میکنند. هستند در اونجا؟ همانند سیف‌الدین نعمت‌اللهی، بهزاد اسکندری و دیگران آهنگ ایجاد میکنند. هیئت مطربان چگونه است فعالیتشان؟ هیئت مطربان خیلی خوب در ناحیه درواز کار و فعالیت کرده هستند و از تمام اسباب سازهای موسیقی ما تامین هستیم. مقصد که در درواز ما یگان کمبودی نداریم. فعالیتی بخش فرهنگ چگونه روانه کرده است؟ در حیاتی خود انسامبل ها دارد؟ انسامبل ترانه و رقص دارد. خب که همه وقت در تمام چورابینی‌های ناحیوی ولایتی اشتراک میکنند. تشکر. خب بیایید باز هم یگان ترانه دیگر پیشنهاد کنید. چی آهنگ آوردید؟ چی ترانه؟ یک آهنگ از شعر استاد مومن قناعت است که امین نو ما 90 سالگی استاد مومن قناعت جشن گرفتیم. یک غزل مومن قناعت. آهنگ کی است؟ آهنگ دولتمند خالف است. تکمیلی سیف‌الدین نعمت‌اللهی. ما میخواهیم قطعی را میشگران پیشکش بینندگان گردونیم. عالی میشود. بفرمایید. مرحمت. هرگاکی ها فیز نغمه را سر میکند، نغمه را سر میکند، نغمه را سر میکند. تاری تنبورش به تاری دل برابر میکند، دل برابر میکند، دل برابر میکند. تاری دل برابر میکند، دل برابر میکند، دل برابر میکند. گاوا گرمی هنر می نوازد تا را، گاوا گرمی هنر می نوازد تا را، زد خاطری دل داده و دل دارا، دل داده و دل دارا، دل داده و دل دارا. می نوازد خاطری دل داده و دل دارا، دل داده و دل دارا، دل داده
اسراری رو با من به حکمت ندارم شک ورا سنجیده‌ام من به حکمت ندارم شک ورا سنجیده‌ام زین سبب دورم ولی از او نمیگردم جدا از او نمیگردم جدا از او نمیگردم جدا هر صدای میبرم هستم با او هم صدا هستم با او هم صدا هستم با او هم صدا هر صدای میبرم هستم با او هم صدا 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 هستم با او هم صدا. خب تشکر زیاد. ما هم با شما هم صدا شدیم. واقعا یک ترانه جذاب بود، دلنشین بود و روحی استاد مومین قناعت شاد بود که این گونه یک شعری والا نوشتند. خسته نباشید. و همین خواهش و عموما به جاده صنعت راه نهادن از کجا پیدا شد؟ از کی و عموما با توصیه کی؟ من راست گپ از خودی می صنعت بسیار نغز می دیدم که ما در دهات زندگی میکردیم. خب کدام دهات؟ دهات ناحیه دروز قشلاقی زیبا منظری خوش‌آرا. خب که من درم حتما که از بلندی های کوه برآمده است صدا میخوندید، ترانه میخوندید. در همون دهه که تولد شدم و بعد همین مایتفون پیش بود. خب بله. اما را گوش میکردم. بعد استاد هادی هاشیم، عبدالله نظری و اکا شریف جورایف و دیگر استاد را گوش میکردیم. اما ذوقی دلی من از همون وقت پیدا شد و صنعت راه یافتم. بعد تمام چورابینی های مکتب که قمچه های صنعت پیش بودن میگذشتن در همون اشتراک میکردم. و همین خیل شد که من بعد ختم مکتب و کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان داخل شدم و یک سری بلند کنسرواتوری ملی. اونجا استاد شما کی بود؟ استادای ما بسیار بودند. استاد ما فیضعلی حسن بود، اسماعیل نظری بود، کریم صدرالله بود، دولتمند خالو بود، عمر تیمور بود که همه همین استادای بزرگ به ما درس میگفتند. رامشگرای زیاد بود در اونجا که به ما درس میگفتند. من خیلی میندارم. ببینید مثلا به کنسرواتوری ملی تاجیکستان خاصتا نفرای داخل میشوند که البته دانش موسیقی دارند، البته با سازهای موسیقی کم و بیش آشنایی دارند. چگونه بود وقتی که شما آمدید یک نفری که شاید هوسکار بودید از نازکی های صنعت واقف نبودید؟ با کنسرواتوری آمدن من کالج ناحیه رودکی را بنام بویدوخ ختم کرده بودم. در دوام 3 سال ختم کردم. بعد به کنسرواتوری داخل شدم و اول بعد راست گپ کندکاری در داخل شده بودم. خب سالی 2006 کندکاری در داخل شدم. راست گپ چیزی که در دلت نباشه همون نمیشود. یک ما خواندم که خیلی نشید. دیگه من راهی صنعت خطی رفته بودم. نیتم هم برای صنعتکار شدن بود. اما نیت خطی دیگه کالجی بنام بویدوخ ناحیه رودکی را ختم نمودم. بعد در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان داخل شدم. خب آفرین. اصلا با کی پیروی میکنید؟ کی بیشتر برای شما ترانه هایی کی الهام میدهد؟ اصلا ما پیروی با استادای بزرگ میکنیم. خب با کی؟ نه هاشیموف، عبدالله نظری، اکا شریف جورایف و دیگران پیروی میکنیم. کوشش میکنیم که ما هم رنگی همو ما جوانا رنگی همو استادا یک صنعتکاری نه اینکه در جمهوری تاجیکستان بلکه در تمامی جهان ما را صنعتی ملی تاجیک اعتراف نمایند. میخواستم در مورد آزمون تاجیکستان وطن عزیز من
یکم گپ زنید که در ناحیه درواز چگونه جریان دارد؟ من بچه ها با بخش فرهنگ همکاری میکنن یا نه؟ بله، در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من ما امسال تصمیم گرفتیم که در یک سطح بلند ما برگزار کنیم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من. از ما شاگردان خیلی زیاد هستند، تا قریب 20 نفر شاگرد ما تیار کردیم. اینچنین خودی من تصمیم گرفتم که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک نمایم. همین سال؟ بله. سال قبل اشتراک نکرده؟ اشتراک کرده بودم، پارسال اشتراک کرده بودم، خیلی جای افتخاری گرفتیم در جمهوری. در جمهوری. میخوام که این سال هم اشتراک نمایم، یک جای نمایان اشغال نماییم با همراهی شاگردان. سالهای قبلی از ناحیه درواز بچه ها چگونه بودند؟ صاحب جایزه شدند؟ سالهای قبلی یک نفر از ما از مکتب موسیقی ناحیه درواز اشتراک کرد تا سطح جمهوری، خیلی صاحب افتخارنامه شد. امسال طلبات بیشتر است؟ امسال طلبات بیشتر است. کوشش می نماییم که در آزمون یک سهم ارزنده داشته باشیم. چه ترانه پیشنهاد کردید خودشون؟ امی سرودی استاد مومن قنوات هم ترانه‌ای که قبلا سرایده. بله. تشکر زیاد. و آمادگی چگونه است؟ یعنی در روز آمادگی من قبلا هم گفتم که شما راهبر بخش فرهنگ هستید و با این همه سرکاری چگونه میتوانید مثلا فرصت پیدا کنید و تمرین کنید؟ ما فرصت پیدا میکنیم که برای شب‌ها تمرین میکنید. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من که این امری پیشوای معظم ملت است، ما همه وقت میویم که برای تیاری دیدن به آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز یک سهم ارزنده داشته باشیم. خب شاید اصلا کدام سازی موسیقی را دوست دارید نواختنش؟ از تا جایی که میدونم اینجا که دوتار است، فکر کنم با دوتار بیشتر دوست دارید نواختن را. اسباب‌های موسیقی ملی را یک چند تاشا مینوازم، به مانند دوتار، ساز، رباب. کدام سازش بیشتر با شما نزدیک است؟ با ما نزدیک همین دمره است، رباب است، ساز است. خیلی در دست که همین دوتار در دست ما است، با هم میخواهیم از سرود زمزمه نماییم. چگونه است مثلا آموختن همین ساز موسیقی چقدر وقت رو طلب میکند؟ اصلا انسان بیشتر باید چی ها رو داند و بیشتر به چی توجه کند هنگامی آموختن ساز موسیقی؟ اول شوق ذوق داشتن به صنعت، بعد هر یک صنعتکار آوازخوان که شد باید که یگان اسباب موسیقی را اجرا کرده تواند که ما مردم کوهستانی بسیارتر که اسباب‌های امی دوتار در هم طرف‌های کوهستان بیشتر است و معمول است. فکر میکنم که در خانه اکثر مردم تاجیک همینجا که دمبره و این که دوتار است. بله. قبلا در خانه شما بود؟ بله، من خورد بودم، مایده صنفای 4-5 بودم، بابام آورده بود. دوتار آورده بود، مایده چه اما قطعی دیگه هم میزدم. خیلی که از ما یک اماکیم صنعتکار بود، ما هم پیره های امو را گرفتیم دیگه. حالا هم اون ساز موسیقی در خانه هست یا نه؟ بله هست. کسی دیگر شوق دارد در خانه شما بود؟ بچه هم می نوازند. سازی موسیقی مثلا دمبره و یا اینکه دوتار بیشتر میگن که ساز دلی است، یعنی این فقط آهنگ را ضرب را با دل احساس میکنی. بله. میشود که با چشم پوشیدن نواخت؟ میشود. چگونه میفهمید؟ چگونه احساس میکنید؟ چیزی که در قلب باشه همو وقت ساز موسیقی هم جور میشود، هم در قلب جور میشود. واقعا خسته نباشه. خب مثلا یگان چی باید؟ بله. ساز موسیقی چی طرح اجرا؟ یک دو شهری ریز میخونم کوهستانی. باشد بفرمایید. برآمد. تو پریزاده ندانم زی کجا میایی،
کادمی زاده نباشد بچونین زیبایی. سرو را قامتی زیباییت در مجلسی ما عیبتان است که بر بنده نمی بخشایی. ثبت نامی خویشتن در سنگ خارا شرط نیست، زنده آن نام است که در دلهای مردم جا گرفت. سربلندی گر بخواهی با همه یک رنگ باش، خالین از صدرنگی خود زیر پا افتاده است. خالین از صدرنگی خود زیر پا افتاده است یاری. ای ستم گر چشم بالا کن که قربانت شوم، صدقه لعلی لبو سبی زنک دانت شوم، صدقه لعلی لبو سبی زنخ دانت شوم. بر تنی نازک اگر پوشی حریری پیرهن، من بلا گردانیان دوری گریبانت شوم. من بلا گردانیان دوری گریبانت شوم. هی خسته نباشید. و واقعا هم صدای دوتار مثل جریان آب است، مثل جریان آبی دریا و جوی. و هر وقت که همین ساز موسیقی صدا میدهد کس پیش نظرش همون منظره های زیبای کوهستان پیدا می شود، همون چشمه های صاف و بی‌غبار که از زمین فواره میزند. بله. شما گفتید در دهه بزرگ شدم و همیشه بالای میبر آمدم و صدا میخوندم. نبود که مثلا خواهشی خواندن دیگر ژانرها در دلتان پیدا داشته باشد؟ نه نبود. یعنی همیشه میخواستید که به همین ژانر سنتی ملی تاجیک و تکیه نماید. امروز جوانان چگونه هستند؟ شما که در مکتب موسیقی نیز درس میگوید به نورسان، خواهششان چگونه است به همین ژانر سنتی ما؟ جوانان عموما نورسان و نورسو در مکتب موسیقی ناحیه شور داریم، طلبه هایی که در مکتب موسیقی میخونند و گروهی دوتار نوازان داریم. خب خیلی من از تمامی صنعتی استادانی بزرگ مانند یک شریف جورف، عبدالله نظری که مکتب خاصی خودشون دارند، در اونجا این رویه ها درس داده میشه؟ بله، ما کوشش می نماییم که پیرهی استادا قطعی طلب و نسلی نورسه درس دیم و قله های بلندی کسبی رسانیم شد. باز اونجا بغیر از دوتار و آوازخوانی باز اونها چی می آموزن؟ چگونه است؟ من شیوه تحصیل در اونجا چگونه است؟ در اونجا
نظریه موسیقی میخونن، ادبیات موسیقی میخونن. از صنف چند جا وارد میشوند؟ از صنف یک تا صنف 11. یکی مکتب موسیقی، یعنی 5 حساب میشود. یعنی هر نفری که در مکتب میونه تا صنف 5 خوانده باشد میتواند که در اونجا بیاید در مکتب موسیقی. شرط های قبول چگونه است؟ شرط های قبول خیلی آسان است. خب اگر خواهش باشد. اگر خواهش باشد. شما که راهبر بودید، بچه‌هایی که اونجا رو ختم می‌کردن شاید نشدید که به مکتب‌های موسیقی عموما به کالج صنعت و یا اینکه مثلا کنسرواتوار و دانشکده صنعت داخل چند تا شاگردی ما همین کالج و کنسرواتوریا رو ختم نموده است. با اونها خوانده هستند. با اونها کارمندانی بخش فرهنگ درس میتین عموما چگونه است؟ با اونها کارمندانی بخش فرهنگ هم درس میتین، معلمای مکتب موسیقی اختصاصمند درس میتین. خیلی خوب برای مونده شده است. تشکر. فعالیت بخش فرهنگ چگونه است؟ جوانان تا چه اندازه در بخش فرهنگ کار میکنن؟ فعالیتشان چگونه برای مونده شده است؟ فعالیت بخش فرهنگ خیلی خوب برای مونده شده است. ما کوشش می‌نماییم که در تمام چهاربینی‌های سطحی دولتی، در چهاربینی‌هایی که برگزار می‌گردند، همه وقت کوشش کنیم که تیار باشیم. من کار ایجادی چگونه است؟ بغیر از اونی که بچه‌ها می‌دونیم که همیشه آماده میشن برای یک کار مثلا چهاربینی، برای یگان جشن و مراسم‌ها، ولی کار صنعت که کار دل است. صنعتکار، ایجادکار همیشه با دل کار میکند و ترانه‌ها ایجاد میکند. اون من چگونه است برای خود ایجادکار؟ اصلا بچه‌ای که در بخش فرهنگ ناحیه کار و فعالیت میکنن، برای آهنگ ایجاد کردن، برای ساختن ترانه‌های نو به نو، بعد از کارم کار و فعالیت میکنن. بعد از ساعت‌های کاری. بعد از ساعت‌های کاری که یک چیزی نو، یک آهنگای نو پیشکشی مخلصان بینندگان گردانند. تشکر زیاد و به نهایت برنامه نیز رسیدیم. تشکر میگم از کلی بچه‌هایی که امروز در برنامه فضا اشتراک کردن، خاصتا از مطربانی که امروز ترانه دلنشین نواختند و خود شما که با صدای جذاب خود ترانه‌های زیبا برای مخلصان برنامه فضا سرایی دید. و ترانه‌تان چی است در انتها؟ ترانه من یک ترانه بچی نازم، بر کشوری آباد ننازم، بچی نازم. ما همه وقت خرسند هستیم که یک دولتی آرام و آسوده داریم. برای همی یک آهنگ از استاد فیضعلی حسن ما کردیم با همراهی رامشگران، میتوانیم که پیشکشی بینندگان گردانیم. تشکر زیاد. سپاس که به برنامه ما تشریف آوردید و دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه موزه فضا هم رسیدیم. یادآور میشم که مهمان برنامه ما بودن امیر حمزه دولتوف، مدیر بخش فرهنگی ناحیه درواز، که ترانه‌های جذابش را در دوام برنامه شنیدید و در نهایت باز هم یک ترانه دلنشین پیشنهاد شما می‌گردد. به شما سربلندی و روزگاری خوش تمنا داریم. خیر. بر کشوری آباد ننازم بچی نازم، بر میلتی آزاد ننازم بچی نازم. بختم کی به من داد همه شادی دنیا، بر بختی خدا داد ننازم بچی نازم. بختم کی به من داد همه شادی دنیا، بر بختی خدا داد ننازم بچی نازم. جمشید و فریدون و کروش زاده این خم، بر رستم و فرهاد ننازم بچی نازم. گلمی بو علی بر همه درد دوا شد، بر علم و به ارشاد ننازم بچی نازم.
شد ننازن بچی نازن هی عینی به خلم فاش نمود عالمی ظلمت بر شعله ای ایجاد ننازن بچی نازن بین سرخ و سفید سبز درخشنده لیواران بر پرچمی شمشاد ننازن بچی نازن بر وحدتی تاجیک همه دنیا سناگون بر دولتی ایجاد ننازن بچی نازن بر دولتی ایجاد ننازن بچی نازن هی